بسم الله الرحمن الرحیم. ما یه مقدار با زندگی در فضای حکومت آقا امام زمان علیه السلام باید آشنا بشیم. باید ظرفیت زندگی کردن در حکومت حضرت رو داشته باشیم طبیعتاً. خب اونجا پر از آبادانیه، پر از امنیت، پر از رفاه. چگونه خواهد بود این زندگی؟ خیلی از این مشکلات نیست. درسته دنیا همیشه مشکلات خاص خودشو داره، بهشت نمیشه و تلاش، رنج، اینها در زمان حضرت ولیعصر ارواحنا له الفدا هم خواهد بود، ولی هیچ کدوم از اون رنج ها دیگه شکننده نیست. هیچ کدوم از اون تلاش ها بی ثمر نیست و انسان در کمال امنیت از تلاش خودش، از رنج خودش بهره میبره و لذت خواهد برد. ولی بعضی ها واقعا ظرفیت اون زندگی رو ندارن. یکی از دلایلی که خدا اساساً توفیقات انسان رو در زندگی فردی محدود میکنه برای اینکه انسان ظرفیتشو نداره. در زندگی اجتماعی هم خداوند متعال برای یک جامعه اگر برخی توفیقات رو عنایت نمیکنه، حتما یکی از دلایلش این هست که اون جامعه ظرفیتشو نداره. مثال قرآنی برای شما بخوام بزنم، تاریخ برجسته انبیا، تاریخ برجسته حضرت موسی، برجسته به این دلیل که در قرآن برجسته شده. ما نمیخوایم انتخاب کنیم. بیشتر خداوند متعال به داستان بنی اسرائیل پرداخت. تاریخ برجسته قوم حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام به ما داره نشون میده خداوند متعال وقتی اینا رو نجات داد، درسته قبلش توی رنج بودن ولی دیگه در مسیر نجات فوق‌العاده عالی بود اوضاع. اولا در جا دشمن نابود شد، ثانیاً یک تیر به دشمن ننداختن، ثالثاً از آسمان و زمین براشون نعمت معجزه آسا می اومد بیرون و جاری می شد. آقا عصاتو بزن چشمه آب، آقا از آسمان عدس بیاد عدس پلو بخوریم. دیگه من نمیدونم این چجوری میشه. اصلا خدا هیچ وقت با هیچ قومی اینجوری انگار برخورد نکرده، ولی اینا ظرفیت نداشتن. حضرت موسی یه سفر رفتن 10 روز بیشتر طول کشید گوساله پرست شدن. یعنی این قوم ظرفیت این حرفا رو نداره. خب برای اینکه ما ظرفیت زندگی کردن در زمان حضرت ولیعصر ارواحنا له الفدا رو داشته باشیم که اون زمان زمانی است که پر از ناز و نعمته، این نعمت ها نباید ما رو غافل بکنه دیگه. ما باید این نعمت ها رو ازش چجوری بهره برداری بکنیم. میتونیم واقعا شما به خودتون مراجعه کنید، به جامعه مراجعه کنید. ما جامعه هستیم که ظرفیت این همه نعمت رو داریم. الان اونایی که بین ما تو شهر ما نعمتی دارن ظرفیتشو دارن؟ چقدر آدم ها هستن که ظرفیت بهره برداری از نعمت رو ندارن؟ این بحثی که ما داریم اینجا انجام میدیم در مورد تفریح بودن عبادت و اینکه چگونه با عبادت تفریح کنیم، این بحث یکی از فوایدش آماده شدن برای ظهور حضرت ولیعصر. شما اگر از عبادت به عنوان تفریح، از مسجد به عنوان تفریح گاه استفاده نکنید و تفریح برترتون عبادت نباشه، وقتی امکانات تفریحتون افزایش پیدا بکنه چه خواهید کرد؟ دیگه ما وضع اون معلومه دیگه. قبلا سر حداقل نون و آب سر هم دیگه رو می‌بریدیم، بعداً سر زمین‌های ییلاقی و تفریحی سر هم دیگه رو می‌بریم. چه فرقی کرد؟ بازم که داریم سر هم دیگه رو می‌بریم. حداقل تأمین شد، سر حد اکثرا می‌جنگیم. انسان باید بتونه از دنیا بگذره و اگه بخواد از دنیا بگذره باید بدونه، باید بتونه تفریح کنه با معنویات و الا نمیتونه از دنیا بگذره. بگذرم برمیگرده.
مثل کسانی که جهاد کردن در راه خدا پای رکاب پیغمبر ولی بعداً برگشتن، شروع کردن غنیمت جمع کردن و سر غنیمت جمع کردن سر پسر پیغمبر رو بریدن. عمر سعد مگه از جوانهای زمان رسول خدا نبود؟ همسن و سال ابا عبدالله الحسین علیه السلام بود. پدرش از سران سپاه اسلام بود. سر غنیمت جمع کردن برگشتن، انگار پشیمون شدن. ما چرا مایه گذاشتیم؟ کاش مایه نذاشته بودی، اینقدر مغرور نمی شدی، اینقدر بد نمی شدی. هیچ کس حاضر نشد این کار رو بکنه جز عمر سعد ملعون. ما باید ظرفیت داشته باشیم. اگه بخوایم ظرفیت داشته باشیم، یکی از ارکانش اینه. آقا زندگی به دو بخشه. من در روز اول از جلسه اول اینو عرض کردم. یکی بخش جدی زندگی که برای تأمین منافع حداقلی هست، یکی بخش تفریحی زندگی. آقا بخش اول هرچی بیشتر تأمین بشه، آدم سر و گوشش تو بخش دوم می جنبه، برای تفریح شروع میکنه به تجاوز کردن به حدود الهی و حقوق دیگران. میگه غربی ها اینجوری نشدن، اونا که حداقل امکاناتشون فراهمه بازم میکشن، بازم دارن جنایت میکنن، برای اینکه یه وقتی موقعیت تفریحیشون گرفته نشه هنوز جنایت میکنن. نمیگن آقا ما جلو افتادیم بسه دیگه، مدتی جنایت کردیم، سر بریدیم، حالا دیگه جلو افتادیم بذار راحت زندگیمونو بکنیم. نمیگن اینو. انسان یا جامعه‌ای که بخواد ظرفیت داشته باشه برای نعمت، خیلی عملیاتی بخوایم نگاه کنیم، باید باید آداب تفریح کردن داشته باشه. آقا خدا مشکلات رو برطرف کرد چیکار میکنی؟ ای خدا مشکلات ما رو برطرف کرد چیکار میکنی؟ کجا میری تفریح؟ خب امکانات یه حد اقلش برای تأمین حد اقله. بلا فاصله که تأمین شدم می کجا برم تفریح؟ بعد تو تفریح آدم خودشو خراب میکنه. من با تفریح مادی مخالف نیستم. یکی از جلسات عرض کردم این امیرالمومنین علیه السلام هست که میفرماید برید باغ و سبزه رو نگاه بکنید، چشمتون روشن بشه، آرامش پیدا کنید. امام رضا علیه السلام بالاخره از اوقات فراغت، از تفریحات معقولی که داری استفاده کن برای اینکه انرژی بگیری در وقتهای دیگه استفاده کنی. ولی آدم که متوقف نمیشه یه جا. پس ما به نوعی داریم خودمون رو آماده میکنیم، نه تنها متناسب با ادبیات این زمان صحبت میکنیم که این ادبیات یکی از ارکان زندگی انسان رو تفریح قرار داده، بلکه به طور کلی جوامع بشری وقتی دستشون به دهنشون میرسه، به یه جایی میرسن، باید ببینید چجوریه. در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حضرت زهرا اطهر فرمود سلام الله علیها، فرمود چی شد؟ یک کمی رو اومدید زمان پیغمبر، شکماتون سیر شد دیگه یادتون رفت؟ اونا هم ظرفیت نداشتن و هرچه بیشتر از دنیا به واسطه همین دین رسول خدا بردن، جنایتکارتر شدن. اگر در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها رو با نفاق زدن، دیگه در خانه فرزندش رو بدون نفاق زدن، افتخارم کردن و سر مطهر امام حسین دورم گردوندن. آقا شما هرچی سیرتر میشید گرگتر میشید. بشر اینجوریه، ما باید واقع بین باشیم. برای نجات جامعه بشری فقط نباید به تأمین حداقل نون و آب پرداخت، باید به تأمین یک برنامه، یک فرهنگ، یک رویه برای تفریح هم پرداخت. برای اینکه ما جامعه عدل مهدوی رو تجربه کنیم فقط نباید فکر این باشیم که آقا گرسنه ها سیراب بشن. خب بعد از که سیراب شدن حالا تفریح میخوان چیکار کنن؟ حالا سر گرسنگی تا حالا سر همدیگر رو میبریدن، حالا از سر سیری سر همدیگر رو میبرن. چه فرقی کرد؟ بازم که سر میبرن. پس دوستان
توجه به این معنا حتما دارن. این هم از باب یک ایجاد انگیزه برای اینکه ما باید فرهنگ تفریح رو و این عملیات رو در فرهنگ خودمون تعریف کنیم، تفریح درست رو تعریف کنیم. و من از اینجور بحثا هم بدم میاد، ببخشید، که آقا ما در اسلام تفریح داریم، استخر خوب است، باغ رفتن خوب است، تفریحات خانوادگی، تفریحات حلال. و بله اینا که هست، که اینا دیگه سخنی نمیخواد. که بعضی میخوان از دین دفاع کنن، یه دفاع حداقلی میکنن، آدم خجالت میکشه. خب معلومه، خدا بدش میاد کسی ازدواج کنه؟ مگه خدا بدش میاد آدم بچه دار بشه، بچهش رو دوست داشته باشه؟ اصلا میگه برو دوست داشته باش، کیف کنه از دیدن بچهش و الی آخر. مگه خدا بدش میاد کسی پولدار بشه؟ آقا در اسلام تفریحات سالم داریم. یعنی شاید تو عمر ناچیز و ناقص بنده یه بار بالای منبر اینجوری از دین دفاع نکرده باشم، یک دفاع نمیدونم منفعلانه و حقیرانه. در اسلام تفریح داریم چیه؟ اسلام مدعی تفریحه. تفریح حلال چیه؟ تفریحی داره که اگه نداشته باشی نفاق داری. بعضی از تفریحاش اجباریه، باید شعورت برسه بهش، اصلا تو رو میخواد برسونه به اینجا. تفریحای دیگه تفریح نیست مقابل این. اصلا تفریح فقط اینا میکنن که اهل ایمانن. تفریح حلال داریم. چرا حداقلی و منفعلانه داری دفاع میکنی از دین؟ اگر بیدینها تفریح دارن، بعضی از این تفریح ها را ما هم داریم. یعنی چی؟ این چه برخوردیه؟ خیلی برخورد بدیه. ما اصلا اصل تفریح اون چیزیه که خدا ما رو میخواد به اونجا برسونه، به اون نقطه برسونه. خب با این بیان ما باید مسئله تفریح رو در جان خودمون حل کنیم. ما آدمای تفریحی هستیم، به سمت تفریح میریم، باید تکلیف خودمون رو تفریح مشخص بکنیم. هیچ هم نمیخواد منت سر خدا بگذاری، یا خدایا من از تفریح خودم گذشتم به خاطر تو، ببینم حالا تو چه کار میکنی. بابا ابا عبدالله الحسین علیه السلام جان داد در راه خدا، اینقدر منت نذاشت. این برخورده هم برخورد زشتیه. ما تفریحمون باید در حد اعلای انسانی که خدا برامون تعیین کرده باشه تا بدهکار بشیم به خدا، تا بریم جزو عبادت کنندگانی قرار بگیریم که از سر شکر عبادت میکنن. ما باید خوشحال بشیم. شما در آیات قرآن ندیدید خدا دستور میده باید خوشحال بشیم؟ بله؟ من الان براتون بخونم ببینید در آیه کریمه قرآن خداوند متعال دستور میده تو باید خوشحال بشی. خب قبل از اینکه این آیه کریمه رو بخونم، بریم تو ماهیت تفریح دوباره یک کمی تفریح رو دقیق درک کنیم. دوستان من، قسمت زندگی اجباری حداقلی، قسمت زندگی لازم و حیاتی، اون قسمتیه که آدم درگیر میشه با طبیعت، درگیر میشه با کسب و کار، تا گفت یه مو هم بکنی غنیمته. بالاخره یه روزی بتونه از این دنیا تهیه کنه. در محدودیت ها اسیره و در این محدودیت ها یه انقدر کار میکنه یه لقمه نون در بیاره. درسته؟ این تلاش جدی ماست در زندگی. تفریح چه خصوصیتی داشت؟ یکی از خصوصیاتش این بود که آزادی درش هست، آرزومندی درش هست، خیال پردازی درش هست. اون لحظه آزاد من، یه قبل من دستور نده، اینقدر محدودیت ها رو به رخ من نکش. تفریح یعنی خارج از محدودیت ها. چیزی گیرم بیاد خارج از محدودیت ها. دوباره من عرض میکنم قمار چرا حرام شده؟ برای اینکه رقیب خیلی پلیدیه برای کاری که ما با خدا داریم انجام میدیم. البته کار ما با خدا قمار نیست،
ولی اون قمار رقیب پلیدیه. اونجا میری میگی یا شانس و یا اقبال، هستیت هم میگذاری، توجهت هم عمیقا جلب میشه. اینجا در مقابلش قمار با خدا نداریم. نمیخوام مقایسه بکنم، یه چیز پست و با یه چیز عالی نمیشه مقایسه کرد، ولی خدا میفرماد ببین از اون دست بردار، بیا برو در خونه خدا. تو قمار شما زحمت که نکشیدی که یه سکه میندازی یه 100,000 تومان گیرت بیاد. حالا نمیدونم این هست یا نه، ولی تصور ما اینجوریه از این قمار بازی ها. آخ جونم، آخ کیف میکنی. خدا میفرماد که بلند شو بیا از فضلم بهت بدم. از فضل یعنی فراتر از شایستگی تو، از فضل یعنی بیشتر از دعای تو، از فضل یعنی ملائکه من میمونن همینجوری که آخه چی شد تو اینا رو به این دادی؟ میفرماد فضل خودمه، زیادی میخوام بدم، هیچ کس نمیتونه من سوال بکنه. خب این سکه رو در خون تو قمار باید تو یه سکه بندازی، اینجا سکه هم لازم نیست بندازی، بیا برو از فضل خدا بگیر. همونجوری که قمار بدبخت‌ها رو به فرح و شادی میرسونه که تفریحشون میشه قماربازی درسته؟ خدا تو قرآن میفرماد به فضل من بیا شاد بشو، تفریحت بشه گرفتن فضل من. فضل من که دیگه مقررات نمیخواد، فضل من که دیگه لیاقت نمیخواد، فضل من که دیگه دعا نمیخواد، لحظه رهایی و آزادی توه، لحظه آرزو پردازی توه. دیدید دیشب من عرض میکردم امیرالمومنین علی علیه السلام میخواد بره به سمت نماز شب و دعا و مناجات، میفرماد دارم میرم به سمت آرزوهام. چقدر قشنگ تعبیر کرد امیرالمومنین. حالا آیه قرآن رو ببینید. قل بفضل الله و برحمته فبذلک فلیفرحوا. بگو خدای من، بگو پیامبر من، بگو به اینها که به فضل خدا و به رحمت خدا به این چیزا اینا باید فرح داشته باشن. عبادت که محل پاداش گرفتن نیستش که، عبادت که اصلش دعا کردن و استجابت دعا نیست که، عبادت اصلش نشستن در خانه خداست که البته توش یه اذکاری میگی که اجری هم داره، دعاهایی هم میخونی که استجابتی هم داره، ولی دائما تو دعاها میگیم ولی من منتظر اون فضلتم که فراتر از لیاقت من بناس بهم بدی، فراتر از انتظار من بناس بهم بدی. اون شانسیه که میخوام باز کنم چی باشه. وای خدای من، فرمود با این شاد شو، به فضل من شاد شو. آقا هر کدومتون میرید 2 رکعت نماز میخونید دارید یه شانسی باز میکنید که معلوم نیست چی توش باشه. ای خدای من چرا اینجوری نماز نمیخونی؟ خب بده، زشته. یه وقت دیدی خدا از فضلش چه کرد با ما. با هیجان آدم میره نماز میخونه دیگه، همیشه شانسی باز کردن هیجان داره. خدا هم میدونه دیگه، میاد به فضل من. به فضل من فلیفرحوا. تفریح یعنی چی؟ کاری که من میکنم برای رسیدن به فرح. فرمود چی؟ به فضل من فلیفرحوا. چرا به فضل من فرح پیدا نمیکنن؟ چرا شادیشون اینجا نیست؟ خب خدا گله میکنه از ما. میفرماد هو خیر مما یجمعون. هر چی تو جمع بکنی فضل من که بهتره، که بیشتره. که اگه بخوام فضلم بدم چی؟ الان من یه جمله ای میگم، همتون از حالت فکر در میایید بیرون، خجالت زده میشید. البته من نوکر شما، من کوچیک شما، ولی میخوام یه حرفی بزنم که هممونو خجالت زده میکنه، منو بیشتر.
خیلی ببخشید، من شرمنده میکنم شما رو، ببخشید، عذرخواهی میکنم. در مقابل خدا شرمنده، در مقابل کس دیگه نه. ولی بلا استثناء قطعا همتون شرمنده میشید. یه قصه است. ابلیس رجیم برگشت گفت خدا 6000 سال عبادت کردم، تو من میخوای بفرستی جهنم به خاطر تکبرم؟ حساب بی حسابیم، عبادتم چی میشه؟ خدا فرمود هر چی بگی پاداش عبادت تو میدم. گفت بابت هر یه انسان 2 فرزند به من بده، مراقبشون باشم، گمراهشون کنم. خدا فرمود مال تو. گفت به من اجازه بده مثل خون تو رگهای بنی آدم بدوام، برم تو وجودش. خدا فرمود مال تو. گفت تا روز قیامت هم به من عمر بده. خدا فرمود تا روز زیادی به تو عمر دادم. تا اینجاش ربطی به داستان ما نداره. از اینجا به بعدش آماده باشیم هممون شرمنده خدا بشه. برگشت گفت خدایا اینا که دعای من بود، پاداش عبادتم بود، حالا از فضلت بده. تو عادت داری از فضلت میدی، تو خدایی، تو ذو فضل عظیم هستی. یه چیزی بذار روش خودت که میدونی من دوست دارم، من عقلم نمیرسه بیشتر از این. ای بی حیثیت شیطان، این خدا رو تمرد کردی که میفهمی تو هم باشی داری میری جهنم، میتونی از فضلش بگیری؟ خدا هم فرمود باشه، از فضلم میدم تا حال بیایی. یه کاری میکنم تو سینه انسان وقتی وسوسه میکنی، این انسان نفهمه تویی، فکر کنه خودش دلش میخواد. آخ جونم، حل قصه. شرمنده نمیشه آدم. خدایا شیطان از فضل تو گرفت، من عرضه نداشتم. شیطان از فضل تو گرفت، تو با فضلت با شیطان عنایت که من نگرفتم. خیلی داغونه وضعمون. اگر عبادت رو این تلقی بکنیم که داریم میریم اجر بگیریم، اونقدر که شادی نداره که. اگر عبادت رو این فرض کنیم که داریم میریم دستور انجام میدیم و الا میریم جهنم، این که دیگه اونقدر فرح نداره که. اگر عبادت و استجابت دعا بدونیم هم شادی میاره، اونقدر نیست که. اگر دعا رو گرفتن فضل خدا بدونیم قوقاست. چه اتفاقی میفته؟ دوستان بنده، سروران من از فردا شب این بحث رو خواستن بیان، کودکی خودشون هم بیارن. دورانی که عاشق تفریح بودن اونم بردارن با خودشون بیارن. ما با اون قسمت قشنگ روح انسان که باید همیشه بمونه کار داریم. با این آدمای زمختی که اصلا دیگه تفریح حالیشون نمیشه، با اونا ما کاری نداریم. خیلی اسیر تنگناهای دنیا شدن. ما که لیاقت نداریم. آقا فضل که به لیاقت تو ربطی نداره. به بی لیاقت ترین و پسترین موجود به نام ابلیس دیدی خدا از فضلش چی بهش داد؟ چه قدرتی؟ میفهمید آقا این فضل منه. ببین فضل میفهمی یعنی چی؟ فضل یعنی چی؟ زیادی من خودم میخوام بدم، خودم دیگه. عجیبه. لا اله الا الله. فقط هم فضل نیست. قل به فضل الله و به رحمتهی، او ذو فضل مهربان است، کیسه‌تو پر میکنه. الهی 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 الهی. تا حالا آدم حسابی ندیدی
از فضلش باهات برخورد کنه، جگرت حال بیاد، آدم حسابی به طولت نخورده. عربه اومد سر صدا من گرسنمه، این چه وضعیه، آخه تو پیغمبری دست ما رو بگیر، مثلا این خوشم خور زدم. فرمود علی جان برو زبونشو ببر. بعضیا گفتن علی ابن ابی طالب رفت زبونشو ببره، تو خیلی بد حرف میزد. آقا امیرالمومنین کشیدش کنار، فرمود چی میخوای؟ چی آخرش چند؟ گفت مثلا 4 تا شتر بهم بده. امیرالمومنین فرمود 7 تا بدم خوبه؟ گفت آقا الهی فدات بشم. آقا 10 تا شتر بهش داد. زبانش برید. اومد گفت آقا زبانشو قطع کرد. خدایا زبان ما رو ببر. زبان ما رو ببر امشب. یا ابوالفضل کمک کن. خدایی که به ما ابوالفضل داده، خدایی که توسل به ابوالفضلش رو در اختیار ما قرار داده، او ابو فاضل است، او ابوالفضل است، او پدر فضل است. فضل از خدا میخوای باید بری ذریح ابوالفضل عباس رو بچسبی، اونجا از فضل میدن، اونجا بی حساب میدن، اونجا قاطی میکنی وقتی ابوالفضل شروع کنه عنایت کردن. ابوالفضل دیوانه میکنه آدمو، فضل خدا هم دیوانه میکنه. آقا حرم ابوالفضل عباس رو رفتید؟ انشالله هر چه زودتر برید. عراقی ها شنبه ها میرن حرم ابوالفضل عباس زیارت. نمیدونم چرا. حرم امام حسین هر دو کربلاست، هر دو قتلگاست، اما میری حرم ابوالفضل فلیفرحوا. اصلا یه شادی تو دلت میاد عجیب و غریب، چیز عجیبی. حرم ابوالفضل عباس. این ابوالفضل خیلی معنا داره. آخه اسمای ما برامون ممکنه الکی باشه، اسمای اولیاء خدا حقیقیه، حقیقتشون رو نشون میده. آخه اسم ایشون رو امیرالمومنین گذاشته، علی ابن ابی طالب، با عنایت، با محبت این اسم رو جان این جوان اثر گذاشته. همه بدنها رو برای امام سجاد آوردن از اطراف و اکناف، از فاصله های دورتر از بدن ابوالفضل عباس، بدنهای دیگری که همه قطعه بودن، بعضن قطعه بودن، آوردن امام سجاد علیه السلام دفن کردن. گفتن یا امام سجاد یه بدن دیگه کنار نهر القمص. فرمود نه، اون بدن بگذارید بمونه، من میخوام خدمت اون بدن برسم. من میخوام بگم یا ابوالفضل عباس اون بدن اونجا میمونه، یعنی یه حرم دیگه کنار حرم حسین. بله ما میخوایم این اتفاق بیفته. حسین علیه السلام از فضلش بخواد عنایت بکنه به کسی، میفرستدش حرم ابوالفضل عباس. عباسم ببین چی کار داره. چرا حرم ابوالفضل حاجت میده؟ میدونید چون ابوالفضل با اسمش با خدا حرف میزنه. خدایا این حاجت این بنده خدا رو بده. خدا تا بخواد بگه آخر نمیشه، این لایق نیست، هر چی بخواد بگه فقط از فضلت بده. من ابوالفضل. خدا احترام میگذاره برای نام حضرت ابوالفضل. این نامگذاری توسط امیرالمومنین انجام گرفته. نبینید اهل خیام رو همه رو ناامید کرد عباس.
نبینید اون حداقل حاجت خودش هم خدا بهش نداد، آب رو نتونست برسونه به خیمه. اینا رو نگاه نکن. او ابوالفضله. الهی من فدای اون بچه هایی که امید قطعی داشتن به عباس بشم، هنوز تو راه کوفه و شام کتک میخورن میگن عمو کجاست. خب معلومه امیدوار میکنه به خودش. ابوالفضله. تو بگی برو آب بیار، یه مشک آب میره دریا میاره برات. ابوالفضله. یا ابوالفضل العباس به ما نگاه کن، ما متوسل به توییم امشب. یا ابوالفضل، با اسمش صدا بزنید، اسمش رو صدا بزنید، بگو یا ابوالفضل. ای پدر فضل، ای صاحب فضل، من اومدم در خانه تو، دیگه حساب کتاب نکنی، دیگه محدودیت های منو نبینی، دیگه محدودیت های منو نگاه نکنی. من میخوام به فضل خدا به واسطه تو، ای وجه تسمیه ابوالفضل در وجود تو در اوج، من میخوام از فضل خدا بگیرم. برید از ابوالفضل بگیرید. اینا رو امام حسین میدونه که وقتی بدن عباس شدید گفت الان انقطع رجایی، الان انکسر زهری، قلت حیلتی. ابوالفضل منو گرفتن، همه دارایی و هستی منو گرفتن. اونجور ناله میزد، به پهنای صورتش اشک میریخت. من فکر نکنم تا حالا ما برای امام حسین یا ابوالفضل اینجوری گریه کرده باشیم که خود امام حسین گریه کرده. آدم گریه میکنه معمولا با دستش اشکشو پاک میکنه. نوشته از کنار نهر علقمه برمیگشت، آستینشو جلو چشماش گرفته بود حسین، اشکشو پاک میکنه. دیگه دست مبارکش کفایت نمی‌کرد. ابوالفضل رو آدم میزنه، ابوالفضل رو عمود آهن به فرقش میزنه. چه دنیایی اینجا؟ ابوالفضل رو آدم میزنه. امام حسین ببخشید میخوام برات روزه بخونم. ابوالفضل رو قطعه میکنن. با ابوالفضل اینجوری باید رفتار کرد. الا لعنت الله علی القوم.